سلام دوستای گلم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم هر جا که هستی حالتون خوب باشه. دوستای گلم، امروز قراره با اخبار سیزن 5 کال آف دیوتی موبایل در خدمت شما عزیزان باشیم. همونطور که میدونید کمتر از یک هفته مونده تا پایان سیزن 4 و الان بهترین موقعیته که شما راجع به گان لژند و میتیک و آیتم‌های جدیدی که قرار به بازی اضافه بشه اطلاعات کسب بکنید و همینطور راجع به بخش سیکرت کشا، همون بخش گان لژند میتیک رایگان هم اطلاعاتی رو همین ابتدای کار قرار به شما بگم و گیم پلی گان جدید AK47 هم قرار ببینیم. بی معطلی میریم سراغ سیکرت کشا، تغییراتی که تو این بخش ایجاد میشه. بخش اولش که نایف حذف میشه و این AK47 که دارید میبینید، این AK47 خیلی خفنی که دارید میبینید به بازی اضافه میشه. و اینکه یه تغییراتی هم تو بخش گرفتن و خریدن این پازلا ایجاد شده که دارید رو صفحه میبینید. میتونید با سی پی اینا رو خریداری بکنید، حتی این نایفی که حذف شده رو میتونید با سی پی خریداری بکنید. و یه بخش دیگه هم که شارد اکسچنج، که حالا یه توکن جدیدیه که من دارم رو صفحه میبینم، شما هم دارید رو صفحه میبینید و اینا رو میتونید تبدیلش بکنید به پازلای میتیک و لژند و یا برای اون نایفی که دیگه بازی حذف میشه. حالا نمیدونم چجوری حذف میشه که باز هنوزم هست، اینو باز با شروع سیزن کاملا متوجه میشیم. اگه نیاز به توضیحاتی هم باشه همون توی شروع سیزن دقیق ترش رو بهتون میگم که دیگه بی معطلی و بدون دردسر تا آخر برید برای گرفتن گان لژندری جدید. طبق این چیزی که ما داریم میبینیم ظاهرا هیچ کدوم از این آیتمایی که قرار بود حذف بشه حذف نمیشه. گفتن که حذف میشه ولی حذف نمیشه، یه جوری بازم هست همچنان. حالا اینکه این توکن ها رو چجوری باید به دست بیاریم، آیا تو اون باکس های اپیک که مثل سیزن قبل ما بازشون میکردیم توش توکن میومد بیرون، یا مثلا اسکین یا مثلا پازل میومد بیرون، آیا این توکن های جدید هم از اون میاد بیرون یا نه فعلا مشخص نیست. دوست دارم این گیم پلی AK47 رایگان هم ببینید. AK47 لژندری رایگان، این AK47 واقعا ایم خیلی خوبی داره. دوستان من راجع به AK117 میتیک یه سری نظرات دادم، ظاهرا بچه‌ها خوششون نیومد، یه خورده فوش خوردیم تو کامنت ها، ولی واقعا این AK47 ایم خیلی خوبی داره. آیرون ساید واقعا خفن، یک باش میتونید تا کیلومترها دوردست رو بزنی قشنگ. حالا خودتون بعدن اینو مقایسه کنیم، من که مقایسهشو انجام میدم طبق معمول، شما هم اینو مقایسه کنید با گان میتیک و لژندایی که قبلا اومده. رایگانا رو میگم، اونا که میتیکای گردونه و این داستانا که معمولا ایمشون اوکیه. برای این رایگانا مقایسه انجام بدید، خودتون متوجه میشید که چرا من اصرار داشتم که AK117 میتیک زیاد خوب نیستش ایمش. دوستان این گان پرستیژ جدید چوپر یا چاپر هلداگ که قبلا لژندش اومده بود و الان به صورت پرستیژ در دسترس ما قرار گرفته و با زدن 3 تا گردونه میتونید این گان خفن رو به دست بیارید. دوستان رنگش به نظرم بالاتر از نسخه اورجینالش شده، یعنی نسخه گردونش، و اگه بتونم خودم هم یعنی شرایط جور بشه و گردونه بزنم حتما 3 تا گردونه میزنم که این چوپر رو بگیرم. تا حالا گردونه نزدم برای چوپر لژندری، ولی خب این منو مجاب میکنه که این چوپر رو اگه خواستم بگیرم این چوپر رو بگیرم دیگه، نرم گردونه بزنم، منطقی تره. و اینکه حالا کیل افکتش هم میبینید که رنگش تغییر کرده دیگه، به رنگ خود گان در اومده. کیل افکتش راضی کننده است از نظر من، رنگ باحالی انتخاب کردن، قشنگ دیده میشه تو مپ. گان چوپر هم یکی از گانهای مورد علاقه من توی آلکاتراز از روی زمین برمیدارم استفاده میکنم، لودات نمیکنم. گان بعدی گان M1 که یونیکورن یا همون اسب تک شاخیه، جز یکی از گانهای به درد نخور سیزن به حساب میاد، هرچند که باف میشه توی این سیزن ولی خب توی بتل آنچنان کارایی نداره و قیافه گانم من حقیقتا نپسندیدم. یعنی ایمش و ایناش تقریبا یه جوری مثل همون اپیک بتل پسه یه جورایی دیگه،
یعنی چیز مثلا شاخی ازش نساختن، مثلا یه تغییر عجیب غریبی ندادن. کیل افکتش خب خوبه، رنگیه، 7 رنگه است، ولی از نظر قیافه و از نظر طراحی خودگان واقعا ارزش نداره. مثلا شما با زدن یه دور، 2 دور، 3 دور از گردونه شانسی این گانو بگیرید، خب میگیم که دمتون گرم که گرفتید، مفت به دستش آوردید، خوبه، وگرنه براش هزینه نکنید. این پیشنهاد منه. برعکس کیلوولت و نمیدونم اسپیار لژندری که اومده بود، این ارزش نداره. آقا SMG جدید، SMG که قرار میتیکش بیاد، SMG VMP، و اینکه خودم نیت کردم از همین الان که این SMG رو بزنم، گردونش رو حتما به محض اینکه اومد سعی میکنم اولین نفر باشم تو کل کامیونیتی که این گردونه رو میزنه و داخل چنل قرار میده. پس حتما چنل ما رو اگه تا حالا ساب نکردی سابسکرایبش بکن. دمت گرم. کیل افکتش هم میبینید، کیل افکت خیلی باحالی داره. حالا اینجا کامل جزئیاتش مشخص نیست چون نیاز به یه سری آپدیت ها داره بازی و بعد از آپدیت احتمالاً بهتر میشه. ما فعلا همینو که گیم پلیش و بالاخره اون ایمش و اینا رو ببینید، اینو براتون آوردیم امروز، شما نگاه کنید. امیدوارم که راضی کننده باشه تا به اینجا. کیل افکتش کیل افکت خوبیه، من راضیم، با اینکه زیاد جزئیاتش معلوم نیست. دوستان قراره 2 تا از گانای قدیمی، یکی ازول یکی هولگر، ایمشون تغییر کنه، اون آیرون سایدشون تغییر کنه. اگه یادتون باشه خیلی ضایع بود این 2 تا گان. هولگر که کلا آیرون ساید خاصی نداشت، فقط همون مثل حالت عادی بود یه جورایی دیگه، چون یه سری از هولگرایی که تو بتل پس و این داستانا اومده بود تقریبا ایمش شبیه همون بود، حالا کوچیک‌تر و بزرگترش دیگه حالا زیاد آنچنان فرقی نمی‌کرد، با همشون میشد زد، یعنی چیز خاصی نبود. الان نکنید ازول ایم خیلی خوبی گرفته، هولگر هم خیلی خفنه. قبلا هم که پیسکیپر اومدن بالاخره یه ایمی روش اضافه کردن، زحمت کشیدن که الان قرار سینک بشه، رنگ یعنی هماهنگ بشه، سینک شدن رنگ خود گان و رنگ اون ایمش با هم به میزان کیلی که میگیرید تغییر میکنه، اونم رنگش تغییر میکنه. خب بچه ها رسیدیم به بخش کاراکترهای رایگان و خریدنی یا پولی بازی. که بعضی از این کاراکترها مربوط به بتل پس میشن و بعضی برای گردونه و استرانگ باکس و لاکی باکسن و بعضی هم که به صورت رایگان از طریق ایونت و همچنین یکی از این کاراکترها مربوط به رنگ اپ سیزن هست. حالا زیاد نیاز به توضیح نداره، خودتون کاراکترها رو ببینید، اگه چیزی نیاز بود میگم وسطش. این کاراکتر مربوط به گردونه VMP میتیکه بچه‌ها. کاراکتر خیلی باحالی به نظر میرسه، البته یه خورده تکراریه، انگار توی مثلا سیزن قبلی به همین شکل همین رین یوشیدای با حالا یه لباس دیگه اومده بود، چهرهش آنچنان تغییر ندادن. این کاراکتر هم خیلی خنده داره. کاراکتر سید. این کاراکتر هم توی یکی از بتل پس ها اومده بود قبلا، فکر میکنم این به صورت رایگان بخواد به بازی اضافه بشه. ویویان هریسش هم بد نیست، استایلش مثل همون ویویان هریس کریته که مشکی رنگه، خفنه، ولی خب اون آنچنان اینجا خفن نیست به نظرم، میتونست خفن تر بشه. کاراکترهای مورد قبولی هن. مثلا همین کاراکتر بیکر مثلا خیلی خفن بود به نظرم. این کاراکتر مسخره. این کاراکتر هم بچه مربوط به همون گردونه M1 لژندریه. کاراکترش خفن تر از خود گانه به نظرم، ارزش داره بگیری. شانسی بهتون بده خیلی خوب میشه. یعنی گرینچ هم که دیگه ظاهرا تغییر خاصی نمیدن، باید یه صورتش رو تغییر میدن، قیافه شبیه گرینچ گردونه هالیدیه. خب یه گیم پلی هم ببینیم از گانای بتل پس. بچه این گان LW3 توندرای بتل پسه،
چیز خفنی نیست ولی خب خوبه. خود LWT معمولی ایم خیلی خوبی داره، این چیز خاصی تغییر ندادن توش، یعنی بگیم آقا خیلی حرفه‌ای شده. اینم ASM 10 جدیده، نمیدونم چی بگم، نظر ندیم بهتره. باز یکی میاد یه چی میگه سر AK 117 میتیک رایگانش خیلی فوش خوردیم این چند وقت به خورده استراحت کنیم. اینم کوشگاه بتل پس، واقعا تعریفی نداره خدایی. یه کوشگاه درست حسابی نیومد این بغلا رو یه کاری بکنن بهتر دیده بشه. اینم هادس یا هیدیس یا هادس، نمیدونم دقیقا تلفظش توی کالاف چی جوریه. اینم که معمولیه دیگه، یعنی با خودگان دیفالت هیچ فرق نمیکنه. اینم VMP که توی تیر 50 از بتل پس میگیرینش. این باز بد نیست، ایمش خوبه، قابل تحمله به نسبت بقیه گانایی که اومده بود. این SMG جدیده باز خوبه، حداقل روی این کار کردن. خب اینم کامبت اگز که از گردونه این آیتم هایی که میبینید مال گردونه VMP میتیکه LK24 همون گردونه است. و یه سری حالا آیتم ها گانای که حالا توی ایونت و توی مثل بتل پس و حالا چیزای مختلف به بازی اضافه میشه. این هم که مال بتل پس بود دیگه، دیده بودیم توی گیم پلیشون. اینا حالا بعضیشون مربوط به مثلا استرانگ باکس و لاکی باکس هن، معمولا اپیکات مربوط به اونا میشه دیگه. حالا یه چند تاشم ممکنه ته ایونت بدن مثل سیزن قبل که چند گان خیلی خفن مثل MG42 بودش که از ایونت گرفتیم، یکی از MG42 های خیلی خفن بازی بود. این ASM 10 واقعا خیلی رو مخه. اینم بچه 100% مال استرانگ باکسه. میبینید که گانای رنگی رنگیه، مثلا 47 رنگی که اومده بود، M16 رنگی، اینا مشخصه که مربوط به استرانگ باکس میشن که چند رنگ 4 رنگشو نشون داد. اینم احتمالاً برای یه لاکی باکسی چیزی باشه. این تایپ 25 هم خوشگل بود. خب اینجا بچه ها این آیتم های استرانگ باکس و لاکی باکس و بعد باندل CP که قرار به بازی اضافه بشه، اینا رو میتونید ببینید. این آیتم های استرانگ باکس هن بچه ها، ببخشید لاکی باکس، این مربوط به لاکی باکسه. این یکی مربوط به استرانگ باکسه. زدارجی استرانگ باکسه، چیز خوبی، آیتم های خوبی داره دیگه. جت پک و ماشین و نایف و این داستاناش خوبه دیگه. فریمش هم بد نه و قیافه باحالی داره. این گرینچ هم ظاهرا مربوط به همین دسته استرانگ باکس ها میشه که چند تا آیتم باحال دیگه هم داخل این استرانگ باکس هست. این هم استرانگ باکس که گفتم گانای رنگی داخلش داره. به نظر گانای باحالی میان. حالا اگه شد و گرفتیم اینو حتما براتون تستشو میذارم، گیم پلیشو حتما میذارم تو چنل. صورتیش قشنگ بود، نارنجیش هم خوبه. ببینیم صورتی و نارنجیش برد، همشون تقریبا یه جور خوب بودن. از نظر قیافه که شبیه همن، رنگای خوبی هم انتخاب کردن براش، دیده میشه قشنگ خوبه. عکس پروفایل و ایناش هم اوکیه دیگه. حالا از این گردنهای لاکی باکس های همکاریه، حالا چی انیمه ایه چی جوریه، اینا هم بچه باندل های CP دیگه. مثلا CP با کارت لجند،
سی پی با یه آیتم به اصطلاح اینجوری قرار اضافه بشه دیگه. هر سیزن داریم از اینجور چیزا، چیز جدیدی نیست. حالا آیتم های داخلش معلوم نیستش اینجا. این باکس باندلی که میبینیم حالا باید دید که چی میشه دیگه. یه دونه 320 سی پی و 2 تا باندل داره که اینم باید دید چیه. به نظر چیز جالبی میاد، اگه خفن بود میخرم. بچه قرار کال آف موبایل با یک بازی به اسم نیر اگه اشتباه نکنم، حالا نمیدونم فیلمش هم هست یا انیمش هم هست یا نه، همکاری بکنه و یه سری کارت های ظاهرا داره مثل همین گردونه ملیوداس و الیزابت که اومده بود یه سری کارت خریداری میکنه. این ظاهرا همون جوری بخواد بیاد. حالا بازم نمیدونم، قول و حرفم 100% نیست، ولی به نظر میاد که همچین حرکتی زده باشن و قرار، چون 2 تا گردونه هم قرار بیاد دقیقا مثل ملیوداس و الیزابت 2 تا گردونه بود و یه سری کارت داره میاره. احتمال داره که مثل گلدین ویک بریم مثلا یه سری کارت ها رو بخریم و بعد بریم باش گردونه بزنیم. حالا هنوزم معلوم نیست، باید دید که چه پیش می آید. ایموت دنس هم که دارید میبینی، چند تا ایموت دنس ماشاءالله اچ اس. اچ اسش باحال بود. اینا دیگه نیاز به توضیح اضافه ای نداره دیگه دنس دیگه، ایموت و دنس و این ایموتش باحاله، این دنسش باحاله. هلیه اسم ایموتشه. مسخره بازیه. خب بچه ها رسیدیم به پایان کارمون. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. این کالینگ کاردا هم مربوط به همون ایونت و اون بخش همکاری کال آف موبایل با بازی نیره. دمتون گرم. خلاصه مرسی بابت سابسکرایب کردن این چند وقته، مرسی بابت حمایت با لایک و کامنتتون و انرژی که توی کامنت ها بهم دادید. خیلی دوستتون دارم. خیلی مراقب خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.